عید قربان آمد و بازا که قربانت شوم، همچو اسماعیل به فرمان خدا رامت شوم. آجیان در دیار کعبه گشتند مهمان، میزبان من بیا تا که من مهمانت شوم. عید قربان است هر کی می دهد قربانیش، آرزو دارم که قربانت شوم. السلام علیکم بیننده های عزیز رادیو تلویزیون معارف، شما را به برنامه ویژه عید قربان خوش آمدید میگم و در این برنامه خواستیم استاد که همیشه در برنامه های تعلیمات عمومی همراه ما همکار بودن و اینا همیشه همکاری خوبی داشتن، اینا را دعوت کردیم و خواستیم که عید قربان با استاد تبریکی بگوییم و معرفی را برای خودش واگذار میکنیم. استاد، از این که شما به ویژه برنامه عیدی ما شما تشریف آوردین، با وصف از که شما در خانه میمان داشتین و با وجودی که با تماسای مکرر من خودم در جریان بودم که میمان ها آمده بودن، روز عید است، مصروفیتتان بیشتر بود، شما به برنامه ما آمدین، خیلی سپاس. شما خود مکمل معرفی کنین، اگرچه دوستا بیننده با درسایت آشنا هستند، صنفایی که شما درس دادین آشنا هستند، بازم خود معرفی کنین و ایده میشه که از طریق تلویزیون جهانی معارف به دوستا اقارب و کسایی که همین لحظه خودت بیننده هستند مبارکباد بگویید. تشکر از شما. سلام و عرض ادب خدمت شما همکاران عزیز و تمام بیننده های رادیو تلویزیون معارف. همچنان عید شریف یادها را به شما و همکاران عزیز و تمام بیننده های عزیز تبریک میگویم. نام من محمد ظاهر تخلص حنیف، یک تن از استادان مرکز آموزشی جامعه علم هستم. خیلی خوشحال هستم که به ویژه برنامه عیدی شما حضور دارم و با شما هم کلام هستم. استاد عزیز، صبح زود که بر خودت تماس گرفتیم، فکر میکنم یک تعداد زیاد میمانا به دیدنت آمده بودن، مصروف زیاد بودین. خیلی سپاس که دعوت ما رو شما پذیرفتین. استاد، روز عید است، میشه که شما در قسمت عنعنات وطن یک چیزی یادآوری کنین. امروز دیگه روز درسی نیست، امروز روز صنفای تعلیمات نیست که شما مثلا درس داشته باشید در بخش ساینس. روز عید است، میشه که در قسمت عنعنات مردم اول شما بگوین که از کدام ولایت هستین و در اون ولایتی که شما زندگی میکنین عنعنات عید، شروع عید چه رقم است و چه رقم شروع میشه و مردم بیشتر به چی علاقه دارن؟ ما از ولایت غور هستیم. در ولایت غور که هست عنعناتش کمی متفاوت است نسبت به عنعناتی که در کابل هست، نسبت به رسم و رواجایی که کابل دارن. رسم و رواج‌های ما کمی متفاوت هست. اولا خب چون عیدها دو عید داریم ما شما، عید قربان و عید فطر. عید قربان که هست روز اولش خب اختصاص داره به که قربانی و مسائل قربانی و گپا هست و روز دوم ما رسم و رواج منطقه مایی است که کلی منطقه را از اول قریه تا آخر کلیگیر آگاه میسازن و کلی مردم جمع میشن، از اون یک طرف شروع میکنن کل منطقه را ختم میکنن. در هر گوشه و کنار منطقه ما مساجد از دو مساجد تشریف میبرن و با هم میشینن و دیگه غذاهایی که آماده میکنن غذا میخورن و روز دوم عید قربان یک گرد همایی سراسری دارن، کل مو افراد منطقه جمع میشن، کل منطقه رو میگردن و باز روز دوم و روز سوم و چهارم باز به شکل انفرادی، به شکل دوستانه باز هر کس خانه دوست و قوم و اقارب و غیره میرن به عیدی و عیدی میکنن. بسیار خوب. حتما چون روز عید است مردم لباسای جدید میپوشند که مطابق به عنعنات مردم است. خب استاد، خودت که بخیر عید شروع کردی، کجا رفتی، با کی دیدن کردی، صبح که از خانه برآمدی کی را دیدی؟ میشه که در این قسمت یادآوری دیگه. ما اول خب چون روز عید است، نماز عید که واجب است دیگه، آمادگی عید و نماز عید خواندیم. بعد از نماز عید جای یک دو تا از دوستا رفتیم،
که جای متین سی و همچنان جای استاد آزاد که یک همکارای خیلی خوبی ما هستن، جای اونا رفتیم و خیلی خوش گذشت. چون روز عید است ما باید بریم دیدن دوستا و نزدیکانی که داریم از اونا دیدن بکنیم، چون این روزایی در واقع تحفه الهی است که به ما شما داده شده و ما باید از این روزا به وجه احسن استفاده بکنیم. بسیار خوب، بسیار خوب. از قربانی یاد نکردین که قربانی کردین نکردین؟ قربانی یا تشویش دارین که ما زیاد نگیریم حق؟ نه، مسئله قربانی که هست از ما فامیل قربانی میکنن، همیشه پدر و مادرم قربانی میکنن و من خودم خوب دی دور از فامیل هستم، گرچه مسافر گفته نمیشه چون کلی وطن خانه ما شماست، در هر گوشه و کنارش که باشیم فامیل همیشه قربانی میکنن، پدر و مادرم قربانی میکنن دیگه، اونا قربانی کردن، قربانی دارن، یکی ما دور از قربانیشان هستیم، حتما نصیب و قسمت بوده وگرنه مسئله قربانی هست، قربانی دارن دیگه. اتفاقا ما دور از این مسئله ماندیم دید، نظر به می که مصروف آموزشگاه هستیم، از مصروف تعلیم و تربیه هستیم و مصروف کارهای آموزشگاه ماندیم، نتونستیم که مثلا بید به پهلوی فامیل باشیم و پهلوی دوستا و ایده با اونا سپری کنیم. بو خاطر یک کمکی دیگه از مسئله قربانی گپا دور ماندیم وگرنه حتما شما را با شما شریک می‌ساختیم و با هم مسئله قربانی و گوشت اینا رو با هم می‌خوردیم. خب بیا خیر باشه، انشالله ایدای بعدی اگر زندگی باشه، اگر نصیب ما بود ایدای بعدی. خب استاد بسیار خوب، سخنان که شما در قسمت رفتن به خانواده های دوستا داشتین بسیار گپ خوب. یک چیز دیگر میخواستم استاد از شما سوال کنم که با وصف که روز عید است، ویژه برنامه عیدی قربان است، میخواستم در لابلای می سخنهای خود داشته باشیم که شما چطور گزینه معلمه، یعنی وظیفه معلم شما انتخاب کردین و چی براتون زیاد علاقمند بود که آموزگار شدی؟ اولا قسمی که ما شما مسلمان هستیم و چیزی که از دین ما و شما آگاهی داریم، پیامبر خدا اولین وظیفه پیامبر خدا معلمی بوده. خود پیامبر خدا که آمده به بشر گفته که من یک معلم هستم به بشر، یعنی پیامبر خدا خودش وظیفه معلمی رو به عهده داشته. وظیفه معلمی یک وظیفه مقدس است که شاید خیلی از کسا، خیلی افراد خوش داشته باشند معلمی رو پیش ببرن. از لحاظ دینی خیلی وظیفه خوبی است، وظیفه مقدسی است و همچنان عشق و علاقه هر فردم فرق میکنه. من خودم از امو دورانی که به اصطلاح صنفی 7 تا 8 تا 9 رسیدم، چون هم توجه فامیل بالایم بود و هم خودم علاقه‌مند به درس خواندن و این گپا بودم، خیلی علاقه‌مند شدم که اگر روزی شوه و این توانایی خداوند به من بده، من بتونم یک معلم باشم و مصدر خدمت به جامعه خود قرار بگیرم. و همین احساس درونی که در ذهن من ایجاد شده بود باعث شد که کم کم من تلاش بیشتر بکنم و بیشتر تلاش بکنم و خدا را شکر امروز من به عنوان یک معلم مصدر خدمت جامعه قرار دارم و تلاش زیاد دارم که بتونم به شکل درست همین مضمونی مربوطه خود و مضامینی که خودم روشون کار میکنم و مسئولیت دارم به شکل درست و به شکل خیلی عالی بتونم به شاگردای خود برسانم. چون روزی که خودم شاگرد بودم خیلی تلاش میکردم و خیلی علاقه‌مند بودم دیگه. به خاطر مسلک معلمی رو انتخاب کردیم و خیلی راضی هستم، خیلی خوشحال هستم دیگه. همین که با صنف تشریف میارم، یعنی با شاگردا روبرو میشم و روی مسائل علمی بحث میکنیم، روی مسائل ساینسی بحث میکنیم، لذت میبرم از همین معلمی که دارم، از همین مسلک که دارم، خیلی خوشحال هستم و خیلی دوست دارم. بسیار خوب. شاگردانتان چقدر از این مرکز آموزشیتان به نظر خودت، سروی که خودت میکنی و ارزیابیایی که خودت داری به طول چند ساله که شما این مرکز داشتین، چه سروی کردی که همین شاگردان چقدر راضی هستند از این مرکز؟ شاگردا رضایت خوبی دارن. اولا چون خودم تلاش کرده بودم، یعنی مدتی خیلی زیاد است که من زحمت میکشم. من از صنفی 6 بکنین از فامیل دور بودم و یعنی مصروفیت آموزش و تعلیمات بودم. شاگردان خیلی راضی هستن، خدا را شکر تا فعلا شاگردایی که داریم خیلی راضی هستن و رضایت بیشتری که دارن میگن استاد ما ریاضی خیلی به شکل آسان، ساده و مفهومی یاد میگیریم
و با لهجه ای که دارم میگن استاد امی لهجه ای که داری ما از امی لهجه تون خوش ما میاد، چون من زیادتر لهجه غور دارم ها. یک کمی لهجه من بونا جدید است، یک چیزی نو است و در ضمنش من خودم در صنف که هستم خیلی تو قید گیر نیستم، یعنی روی اینکه شاگردان قید باشن و یا به اصطلاح صنف خیلی به یک حالت دیکتاتوری پیش نمیبرم، خیلی راحت کار میکنیم مسائل موضوعات با شاگردان و شاگردان خدا را شکر هم روزی هستن و هم خوب رشد کردن. یعنی شاگردایی که داشتیم خب به یک سطح عالی رشد کردن که همراه ما بودن و حتی فامیلاشون آمده که در مکتب نمراتی که گرفتن اساس رضایت نشان دادن، گفتن یعنی ما بخیر تعجب میکنیم اولادی ما به یک سطح رسیده و یک نمره میگیره دیگه. خب حتما تلاش اونا هم هست و ما هم چون علاقه‌مندی خاصی که به این مسلک دارم خیلی تلاش میکنم که بتونم به شکل درست و اساسی با یک برنامه منظم، یک سیستم منظم به شاگردای خود آموزش بدم و اونا هم الحمدلله تا فعلا خیلی راضی هستن و خوب رشد کردن، خدا را شکر. عید قربان یادآور زیباترین نمونه تعبد انسان در برابر خداوند متعال است. عید قربان عید فداکاری، ایثار، قربانی، اخلاص و عشق است. عید سعید قربان مبارک. بازم عیدتان مبارک باد. با امید از اینکه روزهای خوش داشته باشین. استاد خیلی قصه های شیرین داشتین در قسمت صنفتان، در قسمت درستان. زیاد راستی مرا خوشم آمد که شما چگونه علاقمندی پیدا کنین به معلمی، یعنی آموزگاری چرا خوشتان آمد و دلایل که شما برای ما گفتین بسیار معقول بود، یعنی به ما قابل قبول بود. استاد شما میشه که یک خاطری تان به روزای عید اگر داشته باشین که شما یک داستان را یا از طفولیت یا از کودکی یا از نوجوانی داشته باشین، میشه که به بینندهایی که همین لحظه ما و شما را از طریق تلویزیون بیننده هستند میبینن شما بگوین که البته بیشتر شاگردانتان که همین لحظه خودتان میبینه علاقمند هستند که بشنوند از خودت. دیگه تشکر میکنیم از شما، گرچه خاطره ها خوب زیاد است چون ما دیگه نیمه عمری ما به مسافرت شدن قسمی که قصه کردیم اصلا پیشش که دور از فامیل بودم تا امروزه دیگه حدود ایدای کمی در کنار فامیل سپری کردم. دیگه یک خاطره ای که دارم، یکی از ایدا رفته بودم به غور و به ولایت و خیلی خوشحالم بودم که بعد از مدت ها عید پهلوی فامیل هستم و به وطن میرم. جناب استاد باز من یک حساسیتی که دارم با لباسی که فرمایش میتونم بعد طبق میل خودم جور بشه. باز لباسی که من خیاط فرمایش داده بودم، خیاط مصروفیتش زیاد بوده یا از ذهنش بیرون شده دیگه با مدل خود جور کرده بود. باز روزی که من قرار بود آماده عید بشیم و طرف نمازی دینا حرکت بکنیم، زمانی که لباس گرفتم که خیلی یعنی از دید خودم نامناسب جور کرده بود. باز وقتی که لباس پوشیدم اولین نکته جالبشی بود که با ما خب افراد منطقه ما جمع میشن و با هم عیدی میکنیم. روز دوم عید به عید قربان، به عید رمضان روز اول عید. اولین فردی که من مواجه شدم با اون خیاط که از خود منطقه ما بود مواجه شدم، خودش خنده گرفت، گفت والله قسمی که خودت فرمایش داده بودی یا نشد این لباس مناسب نیست. باز بعد از اینکه عیدی خلاص شد با مردم پس لباس خود تبدیل کردم و دیگه خیلی یک حالت عجیبی بود. یعنی یک حالتی بود که یعنی نظر به حساسیتی که با لباس داشتم میگفتم بعد لباس طبق میل خودم باشه، اون یک حالتی بود که ایجاد شد. یعنی کاملا همو کمی از خوشی های من کم شد در عید، چون من خیلی با شوق و ذوق رفته بودم که مثلا در کنار فامیل باشیم و عید خوش بگذرانیم دیگه. باز مسئله لباس خب چون اون وقت ما به صنفی 7 بودم فکر کنم که رفته بودم، دوره های سنی آدم خیلی خوشحال لباسش و غیره دیگه. به اون خاطر یک کمکی به مثل یک خاطره مان برای من و همیشه ایدا که میاد یادم میاد که چی یک ایدی بود در کنار فامیل و چی یک حالتی ایجاد شد دیگه. همین تو به عنوان خاطره مانده بود استاد عزیز. یعنی تا آخرم فکر نکنم که یادتم بره. نمیره تا آخرم به یادم نمیره. استاد از لباس یادآوری کردی، بسیار یک نکته خوب را اشاره کردی.
به نظر خودت بعض فامیلای ما که توان از این ندارن که به اطفال خود بخصوص دمی شرایط که اینا لباس بخرن، یعنی روز مجللتر را اینا داشته باشن، جشن بگیرن، چی پیام داری که همیام روزی ده به خوشی سپری کنن یا همی تو غمگین باشن؟ گرچه روزهای عید حالا خب رسم و رواج و عنعنات شده که یعنی باید لباس جدید باشه، باید دیگه سفره عیدی و این گپا باشه. گرچه به نظر من خب عید قسمی که بیشتر ما شما گفتیم یک تحفه الهی است. یعنی زمانهای جاهلیت که بود اونا هم دو عید داشتن. فکر کنم یک عیدشان به نام مرنجان بود، یک عیدشان به نام نوروز که در مقابلش خداوند این دو عید به ما و شما تحفه داد. ما و شما کوشش کنیم نهایتا این مسائل قدر جدی نگیریم و در ضمنش او فامیلای عزیزی که مثلا امروز توانایی را ندارن، اولا خب خدا کنه افرادی پیدا بشه، اشخاصی پیدا بشه که بتونه دست همچون اشخاصی را بگیره و اونا را کمک بکنه و اگر نمیتونه به نظر من از این خوشی عید خود محروم نسازن، با همون لباسی که دارن همون رو بپوشن، از این خوشی عید استفاده کنن، به دیدن دوستای خود برون. خدا مهربان است یک دروازه خیری باز بشه و یک کمکی به اونا، یک دروازه خیری باز بشه و روزی ایجاد بشه که اونا هم بتونن لباس داشته باشن و بتونن در کنار ما استاد بشن و بتونن همراه ما بیرون براین و بتونن به دیدن دوستا و اقارب خود تشریف بیاورن. بسیار خوب. یعنی نظرتانی است که این تنها به اغنیا نیست، به غریبا هم است. یعنی میشه که روز تنها به لباس خوشی نکنن، چیزای دیگه است که پروردگار به ما و شما اعطا فریده، بخصوص صحت که یکی از قیمتی ترین به انسان اعطا میکنن، تنها لباس نیست. بسیار گپ خوب شما گفتین استاد. علاقمندان و دوستداران برنامه ویژه ایدی، در این قسمت برنامه وقفه داریم. یک جا با هم میریم میبینیم که همکاران تکنیکی ما چی را تهیه کردن، پس برمیگردیم. عید قربان روز رها شدن از تعلقات دینوی و رهایی از هر آنچه غیر خدایی است. اجازه است؟ سلام یوسف، بسیار خوش آمدین. سلامت هستین؟ قربانتون یوسف. آماده هستین؟ شروع کنین. عزیزان عید قربان است امروز، عزیزان عید قربان است امروز، مبارک باد یاران است امروز، مبارک باد یاران است امروز. هجوم آجیان بر دور کعبه، هجوم آجیان بر دور کعبه، همه با افغان است امروز، همه با افغان است امروز، مبارک باد یاران است امروز. به نقد تو به جنس مغفرت را، به نقد تو به جنس مغفرت را، بخر ای دل که ارزان است امروز، بخر ای دل که ارزان است امروز. عزیزان عید قربان است امروز، مبارک باد یاران است امروز. ندامت دارم از جرم گذشته،
ندامت دارم از جرم گذشته، دو چشمم اشک باران است امروز، دو چشمم اشک باران است امروز. عزیزان عید قربان است امروز، مبارک باد یاران است امروز. مثال چشم قربانی به کعبه، مثال چشم قربانی به کعبه، هزاران دیده ایران است امروز، هزاران دیده ایران است امروز. مبارک باد یاران است امروز، مبارک باد یاران است امروز. بخوان مغفرت بر دور زمزم، بخوان مغفرت بر دور زمزم، هزاران شخص مهمان است امروز، هزاران شخص مهمان است امروز. مبارک باد یاران است امروز. هزاران عاشق دل داده از کف، هزاران عاشق دل داده از کف، به کوی یار قربان است امروز، به کوی یار قربان است امروز. مبارک باد یاران است امروز. تمام آجیان احرام بسته، تمام آجیان احرام بسته، چی خوش تکبیر گویان است امروز، چی خوش تکبیر گویان است امروز. عزیزان عید قربان است امروز، مبارک باد یاران است امروز. زبان اشقری در عذر و زاری، زبان اشقری در عذر و زاری، چو برگ بید لرزان است امروز، چو برگ بید لرزان است امروز. عزیزان جشن، عزیزان جشن قربان است امروز، مبارک باد یاران است امروز، مبارک باد یاران است امروز. جلوگاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان عنیف است و فصل قرب مسلمانان و خداوند در سایه عبودیت. عید قربان یعنی فدا کردن همه عزیزها در آستان عزیزترین و گذشتن از همه وابستگی ها به عشق مهربان ترین. عید قربان آمد و من هم شدم قربانیت، عید قربان آمد و من هم شدم قربانیت، گرچه من دعوت ندارم آمدم مهمانیت، مفلسم آه ندارم در بساط ناگزیر، این دل 100 پاره چشمان تو را ارزانیم. بازم دوستداران ویژه برنامه ایدی شما را به برنامه ویژه ایدی قربان خوش آمدید میگم. خدا کنه که این روز به خیر و به خوشی آغاز کرده باشین. عید بر شما مبارک باد. استاد به خود داریم. چند گفتهایی که ناگفته مانده از استاد ظاهر بازم پرسان میکنیم و میبینیم که نظرشان در این مورد چی است. یک چند سخنی که پیش ما باقی مانده ای است که خودت هم یکی از جوانان وطن هستی، با وصف از که آموزگار هستی، جوانی وطن هستی، میشه که شما در قسمت همی توفه های ایده که نامزاد دارا به خانه های نامزاد خود میبرند که گفتنی داشته باشی که چگونه اینا توفه ببرند، آیا قیمتی باشه، ارزان باشه و خواستی
خود طرف مقابل چی باشه به نظرت؟ جناب استاد، اولا مسئله تحفه خیلی یک کار نیک است، باعث ازدیاد محبت میشه، این کار باید بشه، یعنی تحفه گپا باشه. ولی تحفه خصوصا این تحفه‌ای که نامزاددارا میبرن باید مناسب باشه. تحفه نظر به شرایط مناسب حال دو طرف باید باشه. تحفه قسمی که ما شما امروز میبینیم بسیار این مسائل ایدی و تحفه هایی که نامزاددارا میبرن بسیار سنگین است، حتی توانی پرداختش ندارن، به نحو قرض میگیرن، یعنی چاره و ناچار بالاخره پیدا میکنن و میبرن. به نظر من تحفه کار خیلی خوبی است، باید تحفه ببرن، ولی تحفه باید مناسب باشه، مناسب حالشان باشه. خصوصا در شرایط امروزی که ما شما قرار داریم، یک حالت ایجاد شده، شرایط کاری کم شده، شرایط اقتصادی خیلی مردم ما شما خیلی ضعیف شده. بله، پیسه پیدا کردن واقعا مشکل شده همچون شرایطی که ما شما قرار داریم. تحفه ها باید سنگین نباشه، تحفه ها باید خیلی سبک باشه، تحفه ها باید خیلی سبک باشه که بتونن پرداخت کرده بتونن. حتی قسمی که ما در جریان هستیم دوستای داریم که حتی 2 الی 3 سال هم سپری شده تا هنوز پیسه ازدواج خود پره کردن نتونستن، چون شرایط کاری خوب نیست، حالت مناسبی نداره. پس به خاطر تحفه ها باید کم باشه و در ضمن که تحفه ها کم باشه، قسمی که ما شما مسئله دینی داریم که بهترین مهر او است که کمترین باشه دیگه. بعد مسئله مهر و گپا کم باشه چون شرایط خوب نیست و در ضمن که شرایط خوب نیست، هرچی مسئله مهر کمتر باشه محبت، شفقت و احترام بیشتر می باشه، زندگی رو به شکل خوبتر و بهتر سپری میکنن در کنار هم. و در ضمن مسئله دینی هست که سر ما شما امر است که باید ما نهایت تلاش بکنیم که مسئله مهر و گپا کم باشه، که هر کس بتونه توان پرداختی رو داشته باشه و بتونه به شکل خوب و به شکل بسیار درست هم مسئله ازدواج خود پیش ببره و به مشکلات مواجه نشه. به خاطر زمانی که اینا به مشکلات مواجه میشن باعث نفرت و دوری از هم دیگر رو، یعنی مناسب نیست از نظر من. باید تحفه ها کم باشه، مسئله مهر باید کم باشه، به خاطر که شرایط خوب نیست، وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست و در ضمنش بتونه کسی که علاقه‌مند است به مسئله ازدواجی گپا بتونه کار تامین بکنه و بتونه قدم بگذاره، در حالی که امروز خیلی‌ها به خاطر شرایط اقتصادیشون خوب نیست ماندن، حتی تصمیم به ازدواج ندارن به خاطر که نمیتونن، حتی تا 5 سال تا 6 سال بله. نامزدی از اینا. استاد نکنه که شما ایگه به خاطر خود بگوین. گرچه شما میفهمین که امروز شرایط خوب نیست، یا هر انسانی دیگه، هر هموطن دیگه ما که باشه، یعنی خودت هم مهم هستی. خود طبعا دیگه به خاطر به نظر من خوب نیست مسئله تحفه ها، مسئله مهر گپا کم باشه. گرچه خودم آدم باید در نظر بگیره، خب ولی ما شما قسمی که میبینیم خیلی از دوستای ما شما هسته که با این مشکل دست و پنجه نرم میکنه. یعنی بهتره که بعد این مشکلات از سر راه برداشته بشه، بعد موضوعات کم بشه، یعنی باید مهر کم بشه، باید مسائل تحفه ها کم بشه، باشه تحفه باشه ولی به حد و اندازه مناسبی. بله، که امو بچخیل از امو توانه که داره، از امو قوت و پاوره که داره، از امو برای دیگه. تو نمیشه که مثلا وزن یک آدم 1 کیلو باشه در سر از او 3 کیلو رو وزن بانی. یعنی میشه که اگر کسی خوشی کنه، خوشی داشته باشه با یک گلم. بله با یک گلم میشه که میروزه برگ سبز نامزاد خود مبارک باد بگه. بسیار خوب. بازم استاد دیدتان مبارک. شما هم همچنان. خیلی سپاس، خیلی تشکر میکنیم از اینکه با وصف از اینکه مهمان داشتی در خانه و فکر میکنم بیشتر شاگردان به دیدنت آمده بودن. ما خودت زنگ زدیم، خواستیم به برنامه. خیلی سپاس. علاقمندان و دوستداران ویژه برنامه ایدی، عید بر شما مبارک. خدا کنه که بازم روزای عید به خوشی سپری کنین. استاد در آخر برنامه قرار داریم، میشه که شما پیامتان داشته باشین به عام مردم افغانستان، با شاگردانتان، به همکارانتان که در آموزشگاه همراهتان است، در اون مرکز کار میکنین. میشه که از طریق می تلویزیون جهانی معرف، از طریق صفحه می تلویزیون پیامتان
هم به روز عید و هم به روز رسمی که شما می داشته باشین بیان کنین. اولا امیدوار هستم یک عیدی پر از خوشی ها داشته باشن، در کنار اقارب و دوستا و نزدیکا باشن و از این روزها بتونن به وجه احسن استفاده بکنن، چون روزهای رفتنی هست، روزهایی است که از دست میتیم و نباید در نهایت تلاش که داریم تلاش بکنیم که از این روزها خیلی خوب استفاده بکنیم و حتی دوستایی که نظر به شرایط نامناسبتی بین اینا ایجاد شده و یعنی خفه هستن، کوشش بکنن در این روزها یکدیگر رو ببینن، دیداری داشته باشن، چون در این روزها پیامبر خدا منع کرده که یعنی خفگی دیت یک روزهایی نباید باشه، چون این روزها روزهای مبارک است، روزهای مقدس است که ما باید از این روزها استفاده بکنیم و دیدارهایی داشته باشیم با دوستای گپا و آرزو دارم که در صلح و آرامش قرار داشته باشیم و بتانیم از همچون روزها و متبقی روزهایی که در زندگی خود داریم به شکل درست و مناسب استفاده بکنیم و خوش و خوشحال باشیم در کنار دوستا و فامیل و همکاران و غیره. بسیار خوب. بازم از خودت استاد سپاس میکنیم، تشکری میکنیم از اینکه وقت بسیار قیمتی تا برای ما گذاشتی و به برنامه ویژه عید قربان ما شرکت کردی. علاقمندان و دوستداران برنامه ویژه عیدی، از اینکه تا این دم با ما بودین خیلی سپاس و امیدوار هستم که روزای عید را که ما داریم به خوشی و به خوبی شما هم سپری کنین. بازم عیدتان مبارک باشه. ما هم خواستم که چون در دفتر مصروف شدیم همراه همکاران ما، همراه صفی الله جان، افغان صاحب و سرات الله جان و همچنان نصر الله که خواستن این برنامه را دایرکت کنن، مصروف شدیم، نتانستن که اینا به خانه دوستای خود شرکت کنن و به این روز عید همراه ما ماندن. اینا هم سلام خدا بر شما میفرسته. بخصوص خودم که نتانستم شما را ببینم، از طریق می تلویزیون بر شما مبارکباد میگم. انشالله که روزای خوب و خوش داشته باشین و یک چیز دیگر هم براتون بگویم که تلویزیون معارف بیشتر سر برنامه های ویژه عیدی کار کرده، چندین برنامه خوب دیگر هم دارن، میشه که شما بیننده و برنامه دیگه ما باشین. الله حافظ. انشالله که روزای خوب داشته باشین.